با معلومات مردمی تاجیکستان و مخصوصا ساکنان شهر اسفاران و دهات واروخ میرسانم که حکومت تاجیکستان هنوز از سال 2002 گفت و شنیدها را با جانب قرقیزستان آغاز کرده. تا امروز بیش از 100 ملاقات در بین هیئت‌های کمیسیای بین حکومتی آید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد دولتی صورت گرفته است. علاوه بر این ماه اکتبر سال 2019 در مذاکرات سطح عالی ما با پرزیدنت آن وقته جمهوری قرقیزستان به موافقه رسیده بودیم که فعالیت کمیسیای بین حکومتی آید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد دولتی در سطح معاونان سروزیرها تقویت بخشیده شد. در نتیجه 19 سال فعالیت کمیسیا 519 کیلومتر سرحد معین و موافقه کرده شده لایحه عهدنامه درباره سرحد دولتی برای امضا آماده شده بود. طبق موافقه با جانب قرقیزستان عهدنامه مذکور باید ماه می سال 2016 از طرف سران کشورها با امضا می رسید. با پیشنهاد جانب قرقیزستان ما این سند را در حکومت تاجیکستان بررسی نمودیم و رسمیات داخلی دولتی آن را به انجام رسانیدیم. اما با سبب‌های از جانب تاجیکستان وابسته نبوده امضای این عهدنامه دایر به قطعه موافقه شده سرحد تا هنوز صورت نگرفته است. حکومت جمهوری تاجیکستان با هرچی زودتر انجام دادن رسمیات معین کردن خط سرحد دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان منفعت دار می باشد و در صورت به امضا رسیدن سند ذکر شده از نیز زیاد خط سرحد دولتی دلیمیتاسیا می گردد. یک نکته مهم دیگر را نیز تاکید می سازم که در تمام مدت گفت و شنیدها یعنی طی 19 سال مسئله عوض کردن واروخ با یگان حدود دیگر وجود نداشت و وجود داشته هم نمیتواند. اینا برای آن گفته ایستادم که در رسانه‌ها هر گونه خبرهای برآمده است. این کارا را این مسئله فقط با واسطه و حل نمیشه. آن چیزی که کمیسیای بین حکومتی هر دو جانب کار کرده است پای 19 سال خیلی زحمت کشیدن. خیلی